سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان و هموطنان گرامی. پیش از همه خداوند قادر یکتای خوب به همتا را شکرانه میگم برای تمامی نعمت‌های خوبش و از آن جمله برای نعمت ایمانش پروردگار را شکرانه میگم و خدا کند که از دنیا با ایمان رفتن هم نصیبمان بگردونه. اما بعد پیش از زنان پاکدامن، مادران و دختران با شرم با حیا خواهش میکنم که این نوار ما را تماشا نکنین. به شما توصیه نمیتونم، زیرا در اینجا یک پارچه نوار میمونیم، یک بی‌حیایی، بی‌شرمی را و شاید که سخنهای ما هم کمی بی‌ادبانه در این بین باشه. برای شما توصیه نمیتونم، لطفاً خواهش میکنم نوار ما را تماشا نکنین. خب هموطنان، ما در گذشته هم صحبت کردیم درباره رقاصگی، این بی‌شرم و بی‌حیاها. هم گفتیم که ما از نگاه فرهنگ، تاریخ و قانون و از روی شریعت برای شما چند نوار میکنیم و امروز فرا رسیده و وقتی که یک چند دقیقه از روی فرهنگ و قانون برای شما صحبت داشته باشیم، آیدی رقص بازی و بی‌شرمی بی‌حیایی. در این جمع یک پارچه نوار برای شما میمونم، بعد صحبت دوام میدیم. از جانب زنان و دختران سطرپوش استعمال مواد مخدر، آدم فروشی و باز بعضی کردارهای دیگر صادر کرده می شوند که از سنت و عنعنه‌های ملی ما، هویت و شأن و شرف زن تاجیک تماما و فرسخ‌ها دورند. من نمیگذارم نمایش نشان دهم، من نمیگذارم، چون که ننگ و ناموس دارم و چی کارها مشغول هستم. دیدین از جانب دختران سطرپوش بعضی کردارهای صادر می شود که من نمیگذارم. مواد مخدر مثال میارم، مواد مخدر، چون که میگم من ناموس دارم، من نمیگذارم. با چه عملهای دست میزنن. تو ناموس داری، اینای رقص بازی درسته؟ چرا میگذاری؟ چرا میگذاری؟ چون که تو ناموس داری. شما هموطنان آدم امیره سوال در جواب بتین. آدمی که ناموس داشته باشه اجازت میده، در حالی که امکان داره، همین شانس داره که امور از بین ببره. این ناموس داشته باشه، همین خیلی عملها را میمونه که نمیمونه، یعنی که سیراشون میگیره که نمیگیره اگر ناموس داشته باشه. خب دیدن که رقص بازی را دیدن بردار میگن که اینا میای بردار دختر به شرمی را بید، بچه را میورداره، بچه به شرم به ناموس را بید، دختر را میورداره.
اگر بگن که ای فرهنگی ما ای گذشته های ما کو ما ای توجیک بودن دست میکشم. ای نگاه فرهنگ ما برای شما گفته استم. آیا ای فرهنگ ما همی چیز هست؟ بد؟ نه بد نیست. ای کجا پیدا شید؟ ای کجا پیدا شید؟ ای کدام کشور ما همی را گرفتیم؟ یعنی تقلید با کدام کشور کردیم؟ با کدام ملت کردیم؟ با کدام فرهنگ کردیم؟ رقص بازی در تمام ملت ها در گذشته هم بود. در گذشته هم بود. از آن جمله در مردم ما و شما در گذشته ها سال های قدیم بودک. اما از همون سالی که کامera یا که صورت هست یا که نفری که در خاطر دارن یعنی کلان سالن گذشته های باباتون رقص بازی کردگیان یا ماماتون شما در خاطر دارین اما را میدونین یا که از همون 30 سال پیش همین بگیریم یا 40 سال پیش نوارده هسته کرتوهای کشاد دارن رمال دارن یا رقصی بمانی لباسی بمانی دارن. این طریق به ترتیبی نیست. این به ترتیبی را ببینین به ترتیبی را ببینین ای تاریخی ما نیست همین چیز ای فرهنگی ما نیست همین چیز. این را باید ما از بین ببریم. رحمانوف در گرد کلمه تاریخ فرهنگ و استقلالیت همین قدر تو میخواد که فقط گپش تاریخ مای شما گذشته های مای شما صاحب استقلالیت فرهنگ مای شما این کلمه را کجا گرفتید؟ همین تاریخ مای شما است از گذشتن مای شما است. این تاریخ کلمه مای شما هم نیست. نوارا تماشا کردن آدم یکم ناموسش دیم غیرتش باید بیدار شود. شما چخیل ننگ ناموس دارین همینجا در همین کارا قطعی بگیم مشغول میشین رقص بازی میکنین. چخیل شما ناموس دارین؟ ما اگر بگم همین مسلمانان ما دروغگویم ما گپ خودم ده با خودم جواب میگم که ما دروغگویم ما بگم همین مسلمانان توبه کم غضب میاد بگم که بنده های خدا امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم یکدیگر را بردار میکنن یا که اینا خیلی بشرم و بهایگی میکنن. پیامبر گفت که الحیا من الایمان حیا ایزوکشی ای ایمان ای اسلام ای همیا حیا دارن این حیا نیست بگن حیا همیای ناموس همیای دروغ میگین. من 15 سال پیش یک کتاب خونده بودم نشانه های قیامت در اونجا بود که آخر زمان ده زنا آشکار در بین مردم میشوه. من حیران میشدم عقلم نمیگرفت که چه زنا در بین مردم بشوه پنهانی. بله عقل آدم دمیه که جوگایی میکنن ای مردم میترسن یا که یگون قانون پلیس های مولیس های اما در بین مردم من گفتم چه زنا اما خیلی خودم به خودم فکر میکردم که چه در بین مردم میشوه. من همین چیزا رو میبینم و یکم وقت بچشمم این دیدم این همین زنا های نگن که زنا نیست زنا این همی های شر نیست که لیچ کنن گل یک دیگر شب بردار کنن یا که در بین مردم شما ببینید شما بگین زنا همین کارن کردن. این مچک این قچوگیری این بچه حرام شما بعضی نمیفهمین نمیدونن معنیش چیه. غضب شما را غضب خدا را شما میفهمید چیه؟ غضب قهر. نگاه کنین نمی لعنتی امام علی وقتی غضب میکنه قهر میکنه میزنه خروغا میزنه طویل دره را میزنه کلوبا میزنه سوخته میزنه وحدت غضبش میکنه قهرش میکنه. شما تصور کنید که رب خدا های ما عبدیم ما ضعیفیم ما هیچیم غضبش میکنه کو میزنن اون نیم چملاد یا طرف این بگناه و بگناه همه دای بین میرین او خیزی زمین لرزه هوای گرم دیگر آفتهای طبیعی این غضب رب بای. رحمانوف نمیتونه سیره همیو را بگیره نمیتونه. اگر بگه نمیتونه دروغ میگن میتونه. این دیونگی را بی باز هم میگم که در فرهنگ ما و شما چیز نیست. میبود ما همینجا یک مثال میوردم که بله در فرهنگ ما همین چیز هست
از روی قانون من همین سرقانون در 36 دقیقه خوندم، یاد ندارم یا نیم ساعت بود خوندم، نبود همین چیز. تنها در کودکس جنایتی یافتم که حرکت خصوصی دارای شهوانی ایده تا 5 سال، ای 5 تا 12 سال این همینجا حرکت خصوصیتی دارای شهوانی نیسته. وقتی رقاصت دختر به حیا به شرم خیلی خچم جنبونه و بچه ها دیگه مستن هیشورن الستن و دیگه میدوان بالای دختر میپرن. شهوت برای امتحان در انسان ماندگی شدگی یا بگیم که جای دادگی شده. شهوت یا شهوت پرستن، بنده های شهوتن، زیناکارا میگیم که این همون اینا جنایت تیار، حرکت خصوصی دولت شهوانی، غیر از این به ترتیبی، بد اخلاقی، بد رفتاری، این جنایت های اینا یارا چی با سایرش نمیگیره هیچ که درباره اصلا حرف نمیزنه. کمیته کار با زنان و عائله معلمه هلالبی قربانزاده جمعه ایدنغره های اومالی تعیینش کرد. 2015 تا ماه یونی 2019 وکیل بود در پارلمان، دپوتات بود. 5 ماه ایو تا ینوار 2020 آورد رئیس شهر نورکشمون هیله کرد. ماه ینوار 2020 آورد در جای ایدیگل قاسم زاده، اون یک بیوه بدگفتاری که گفته بود که زنهای سطرپوش دخترها بو میکنن اوزخ دارن در جاشون کو گو ما رد کردیم. وقتی دختری سطرپوش میگه دختر نمیجه بیای میگه چی میگوی؟ میگه می ترسی خطیش گپ زنی کنش نباید شما را بدترین گپا را بگن، قبیحترین گپا را بگن. شما در نفسی و در عزتی او رسیده است. شما را بگه اپا چیکار کنم که جمالی چی کنم، شما تماشا کنین یا که شما کیف کنین یا که شما را میفوره ما میکنم هر چیزی را بگین. میگه باید شما را بگه. هلالبی قربانزاده جمعه ایدنغره های رحمان فاور در جای دیگه قاسم زاده موندش. اینا نگاه کنید کارشون با زنها های. این وزارت این کمیته حق داره که تمام وزیرها را در مجلساشون نشستاشون خبر کنه. رئیس ولایت رئیس شهرها را حق داره که در مجلساشون خبر کنه، یعنی که جمع کنه در صحبتاشون همکاری با همه وزارت ها، همه رئیس ولایت ها دارن کمیته کار با زنان و عائله و در همه شهر و ناحیه های تاجیکستان این کار چی شد داره، فیلیال شد داره یا که بگیم که یک شعبه شد داره. شما ببینید یا خیلی نگن که در منطقه ما این چیز نیست، این خیلی گپ وجود نداره. ذاتا در این تاجیکستان های نگن که در دیگه کشورها هم هست. اگر باشم بازم ما رنگ دیگه کشورها نیستیم. ما بخمون ننگ باید ناموس داشته باشیم، فرهنگ داشته باشیم، ایمان داشته باشیم، اسلام داشته باشیم، باید آدم باشیم، انسان باشیم. نگن که در یک کشور هست در او فلان جا هست. این خیلی نگین، این گپ خطای جاهل احمق بیناموسی گپ میگه. کمیته کار با زنان و عائله انا باید همین سیر همین را بگیرن او معلمه باید دخترها فهمانده کارهای فهماندهی بگذرونن، با سطردارا میگذرونن، با یا چی بنا میگذرونن یا که یاد والیای. کمیته کار با جوانان و ورزش رئیسش عبدالله رحمانزاده. اینا کارشون فقط نگاه کنید شعارشون چیه و وظیفه‌شون همین کمیته برای چی تشکیل شده؟ دستگیری سیاست دولت و راهبری دولت در هماهنگسازی با جوانان. یعنی که همین جوانان همین 2016 یک گروه ساخت همین کمیته کار با جوانان، نامش پیروی پیشوا. یک سال پیش 2015 وزارت داخله جوانان اوانگارد تشکیل کرد تا از فعالیت میکنن در شهر نویه، میرن رقص بازی میکنن. انا این کمیته پیروی پیشوا ساخت تیار کرد و فقط با امام علی هستیم دستگیری از سیاستی میکنه، فقط تبلیغشون ای رحمان و فای. اینا کار با جوانان که باشه، اما جوانای میزده بد اخلاقای به ناموسای به ترتیبای اونا نمیرین قدشون کار کنین گپ زنین که این کار نکنین. که جوره نگاه داره کار با جوانان. اینا اونا با جوانان هم تری میکنن. سیام وزارت فرهنگ معلمه زلفیه. اینا سراینده ها رقاصه ها تحت نظارت وزارت فرهنگن. بعضی سراینده ها ای وزارت فرهنگ معاش میگیرن، اعضان. انا ببینن وزارت فرهنگ
در همه شهر ناحیه ها چی یخچه داره فیلیالشه. اینه نمیتونه که با یا کارهای فرماندهی بگذرونه. نمیتونه، نمیکنه. برای چی؟ برای ای بالا پریکاز نیست، فرمان نیست. غیر از این اخی فرهنگ یا نمیدونن چیه، تاریخ خلق تاجیکان نمیدونن یا چیه، یا دین ایمان و ناموس نمیفهمن، به قدر این چیزا نمیرسن، یا برای یا پروا ندارن. رقص باشد، سرود باشد، موسیقی باشد، همه خیلی بردار باشد. مجلس نمایندگان، دپوتاتا، وکیلا، رئیسش محمد طاهر زاکرزاده. اینا ببینید یگان قانون برآوردن، اصلا درباره یا حرف میزنن، بحث میکنن، در پارلمان نمیکنن. و تیارخر خوردهشون به پول، جای خودشون به پول، ماشینشون به پول، میان در کابینت میشنن، سرتا بگره اشتک کشیده، چای خورده. که اومالی علیو میگه فلان قانون ابراهیم، بعد یا ها خوب شده است میگه همه طرفداری میکنه قانون میبره بر ضد مردم. اینا اونو کال کجوره نگاه میکنه. پارلمان همش قریب بیناموسن، همین آشکار میگیم بیناموسن. در این اطراف هیچ وقت صحبت کردگی نیستن، هیچ وقت. همینجا یه چی در خاطرم زد، در همین بردارا، همین جوانهایی که شما نواره دیدین، یک تاشه من شناختم، نه خشمه نه همسیفم نه شناسم، هیچیم نیست. با ما یک چند بار صحبت داشت. از وقتی که همین نوار پیشینه را شاید تماشا کرده است، شاید دیگر نمیبراید تماشا که یک دگپی قوپل پیچ میگن، چی میگن قوپلیش میگن، یک دگپی قواز پیچه بگومش ده همون رقصه را میبرداشتگی ها. برای همین منکرات هر یک نفر حق داره وظیفه شکی باید که سیرش بگیره، با زبان، با دست، اقلا با دل باید بعدش ببینه. تماشا نکردن این بد دیدنه. اما در گذشته گفتم با میگم که مردم ما کیف میکنه، لایکش میمونه، پدلیش میکنه، کامنتاری بنویسه، یه گپ نیست نکی خنده میکنن. این جای خنده نیسته. شما میفهمید که با کجا رفتین، شما را با کجا برده استن، شما میفهمین سال تا سال چی گپ میشوه. اینا شما ببینید این کار ماده کردگن، ماده. اما یک کردنه که من جانب دارم، اوزی نشیده است، یک وقت بود رقصه را اوج میکنه و در زمین میشپکو، اگر براسوکش بزنین او کار درسته. هم رقصگی بس میشوه، هم این بیناموسو رژیم منصبدارا و مسئولا شاید در خلاصه میان. انا خیلی رقصا را بشپین در زمین. کمیته امنیت ملی میگیم، رهبرش سیمومین یتیم. اینا این ناامنیه، ناتنجیه. این وظیفه شایی که باید سیرایی را بگیره. وظیفه کمیته امنیت این است که ایرمان رو پشتیبانی کنه. این نیست یا که جوانو را برای سلفی گفته وهابی و تروریست اکستریمیست افراطی برای زندان کنه. وظیفه‌ش این نیست. وزارت کارهای داخلی رهبرش رمضان رحیم. این باید که در داخل هر کاری میشه این باید دخالت کنه، بنیش باید بسخه. خیلی جکیه این نمیفهمه نکی خود دارج نخواه یگان ملیسه یگان رهبر بناموس نباشه که امیر را سیراش بگیره. بعد از این توی هم میدونه که جنگ ها میشه، کورچه کشی ها میشه. نفر دیگر محمد طاهر زاکرزاده پارلمان باید که سر یارا بگیرم. بازم تکرار میکنم و در آخر میگم که امام علی اگر که یک سخن کنه بگه اینمی رقص بازی، اینمی خیلی دیوانگی، بی‌حیایی، بی‌شرمی از بین برده شوه که شما میدونید که در یک هفته همه همی حل میشوه. در همی شما باور دارین؟ اگر بگین که ها پس چرا نمیکنن؟ چرا سیرش نمیگیرن؟ برای که فرمان ای بالا نیست. برای امام علی خودش بیناموس های، بی‌حیا های، بی‌شرم های. میگن ناموس دارم، دروغ میگه. ناموس نداره. ناموس داشته باشه در یک ساعت سیره را گرفته میتونه. اخیران سخننده تکرارا میگم که کمیته کار با زنان و عائله،
کمیته کار با جوانان و ورزش، کمیته امنیت ملی، کمیته وزارت کارهای داخله، وزارت فرهنگ، رئیس مجلس نمایندگان یعنی که پارلمان، وکیل ها، دپوتاتا و آخران رحمانوف، یعنی 7 نفر یا که 7 ساختار میتونه که سر همیو را بگیره اگر که بخواهن، نه که یا نمیخواهن. اینم خیلی به ترتیبی و به رحمی و بگیم به انصافی و اینم خیلی به شرمی را میخواهن. این گپای ما را خیال میکنن نمیشنون و میشنون و خود چون همین برنامه شونه باید همین عمل همین بدرفتار هم خیلی بگن که کارهای حرام باید که در بین مردم باشه، برای خود چون هم خیلی حرامن. در آخر برای شما هم قدر هشدار میتونم که ای عذاب خداوند بترسین. عذاب خداوند به نهایت سخته، به هیچ کس رحم نمیکنه، به هیچ کس بگناه و بگناه، زن مرد، ملا و عامی، رابر شخصی خطوری، ملیسه و بگیم که سربازای و وزیر جزیره به هیچ کس رحم نمیکنه. عذاب خداوند به نهایت گنده، آفت طبیعی باشه، زمین لرزه باشه، آبخیزی ها باشه و دیگر گرسنگی باشه، شما بترسین از عذاب خداوند. بترسین ای کارهای بد دست بکشین، ای تماشاش دستگیریش و دیگر عملهای حرام دست بکشین، توبه کنین که عاقبت آخرت بسیار بزیبای. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.